خب، سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت. یک بار دیگه این بار از منزل با شما هستم. خوشحالم از این بابت. با پخش بازی دو تیم مس کرمان و داماش گیلان وعده داده شده که این بازی از طریق شبکه آنتن پخش میشه. البته که هنوز توی فهرست آنتن قرار نگرفته. به محض اینکه بازی شروع بشه ما حتما بازی رو همینجا هم براتون استریم میکنیم. ولی قبل از اینکه حالا بخوایم به خود بازی برسیم، اول یک طور با هم ترکیب امروز داماش رو ببینیم. داماش امروز با این بازیکن‌ها قراره که وارد زمین بشه. فهرست رو اینجا دارید میبینید. اشکان توانا، سعید دلاور، سعید طالبی، آرمین مساتی، سجاد قلیبیگی، کاپیتان محمد رستمی، رضا پورمهدی، عباس کندل، حسین خیری، رضا زاهد تبار و پژمان نجات. یک آمار کلی هم از وضعیت دو تیم اگر بخوام بهتون بدم، داماش متاسفانه وضعیت خوبی نداره با 11 امتیاز در جایگاه 17 جدوله و تیم مثل کرمان هم با 23 امتیاز در جایگاه 9 در میانه جدول قرار گرفته. صدا ضعیفه، بذار ببینیم که صدا رو میتونیم خورده تقویت کنیم یا نه. امیدوارم که الان کیفیت صدا بالا رفته باشه. اگر نرفته باشه متاسفانه کار زیادی در حال حاضر از دستم بر نمیاد. حالا هدفم دیدن خود بازیه و صدای بازی به هر حال سورسش فرق داره و حتما با کیفیت بالایی پخش میشه. هرچند که میگم هنوز توی فهرست آنتن هم قرار نگرفته، یعنی بازی آریوی اسلامشهر و مس شهر بابک الان شروع شده از طریق آنتن، ولی بازی ما هنوز شروع نشده. داشتم عرض میکردم داماش الان در جایگاه 17 جدول قرار گرفته با 11 امتیاز. دریای بابل و شاهین بندر آمری هم 11 امتیازی هستن که به ترتیب 16 و 18 جدول هستن. بالا و پایین ما هستن. ما برای اینکه سقوط نکنیم نه تنها این دو تیم رو باید پشت سر بذاریم، بلکه باید خودمون رو به یکی از تیم‌های خوش طلایی یا شهرداری آستارا هم برسونیم، چون دو تیم خوش طلایی و شهرداری آستارا با 18 و 16 امتیاز اونا هم وضعیت جالبی ندارن، هرچند که اختلاف امتیازشون به هر حال با ما بسیار بالاست. به محض اینکه تصویر از آنتن بیاد ما حتما تصویر رو براتون پخش میکنیم. حالا برخلاف چیزی که گفته شده تا این لحظه چیزی هم توی آنتن نیست. ترکیبم که الان دارید باز مشاهده میکنید. من یک طور دیگه ترکیب رو بگم: اشکان توانا، سعید دلاور، سعید طالبی، آرمین مساتی، سجاد قلیبیگی، محمد رستمی که کاپیتان ما هم هست، رضا پورمهدی، عباس کندل، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نجات به سرمربیگری علی نظر محمدی. حالا نمیدونم به چه دلیل تصویر از آنتن نیومده. حالا از هر جای دیگه هم اگر بازی از طریق وب پخش بشه من بهتون اطلاع رسانی میکنم، ولی خب این چیزی که ما داریم میبینیم انگار اصلا بازی قرار نیست که پخش بشه. حالا اطلاع رسانی که همه جام کردن ولی تا این لحظه چیزی در آنتن در حال پخش نیست. من شبکه کرمان و ارزم به خدمت شما پیجای باشگاه، پیجای خود مس کرمان رو هم که دارم میبینم، تا این لحظه چیزی در حال پخش نیست. بالای جدول رو بخوام وضعیتش رو دور خدمتتون بگم: چادر ملو اردکان در جایگاه نخست جدول. حالا من دقیق از روی جدولم براتون بخونم خیلی بهتر میشه. با 40 امتیاز. عذر میخوام، با تجربه بازی های دیروز خورده جدول تغییر کرده. خیبر خرم‌آباد با 40 امتیاز اول، چادر ملوی اردکان دوم شده، فجر سپاسی سومه و نفت مسجد سلیمان چهارم با
تعداد زیادی از همین تیم هم به زودی قراره که بازی کنیم. بازی سختی در پیش داریم. انتهای جدولم که خدمتتون عرض کردم دیگه، در جایگاه 14ام شهرداری آستارا با 18 امتیاز، بعد از اون خوش طلایی با 16 امتیاز، دریای بابل با 11 امتیاز، هم امتیاز ماست در جایگاه 16ام، داماش گیلان که ما باشیم در جایگاه 17ام و شاهین بندر آمریه در انتهای جدول قرار گرفته. ما امروز اگر بتونیم از این بازی امتیاز بگیریم، میتونیم دریای بابل رو بگیریم، یعنی از این دو تیم یه خورده فاصله بگیریم، ولی خب برای فرار از منطقه خطر هنوز کار زیادی در پیش خواهیم داشت. به نظر میاد که پخش کماکان شروع نشده. من هر از گاهی اینور رو چک میکنم، البته دوستان هم از طریق تلگرام به من میگن. نه، حالا نه تنها پخش بازی ما شروع نشد، بلکه اون پخش بازی آریو هم انگار قطع شد. من چک بکنم کامنت های شما رو هم توی یوتیوب، حالا حداقل بازی که از جای داره پخش نمیشه، حداقل کامنت های شما رو بتونیم بخونیم. اسپایدر میگه که داماش رونالدو رو چرا نمیخره؟ نمیدونم، مسی هم حتی میتونیم بخریم، چرا که نه. حالا درسته با این قضیه‌ها ما شوخی میکنیم، ولی خب در یک جهان موازی چیز عجیبی نیست. همونطوری که بازیکنایی مثل رونالدو، مسی به کشورهای عربی رفتن و تونستن اونجا فوتبالشون رو به پایان برسونن، خب ایران هم واقعا در یک دنیای موازی چیزی از این کشورها کم نداره. یعنی ما هم همون منابع داریم. داماش اگر در لیگ برتر بود واقعا میتونست این بازیکن‌ها رو در یک دنیای موازی جذب کنه، هرچند که در حال حاضر ایران اون ایرانی که باید باشه نیست، ما هم اون تیمی که باید باشیم، اون داماشی که باید باشیم نیستیم. همکاران اگر به من اطلاع بدن که بازی اصلا جایی قرار هست پخش بشه یا نه، ممنون میشم. آقای حالا قاسمی همکار محترممون در صدا و سیمای گیلان و آنتن هم فرموده بودن که بازی امروز قراره که از آنتن پخش بشه، ولی تا این لحظه خبری نیست. حالا توی خبرها داشتیم که طوفان دیروز دچار مشکل شد. حالا امیدواریم که این قطعی برق و تلفن و اینا روی پخش بازی و برق استادیوم تأثیری نذاشته باشه. خب نه، کماکان چیزی در حال پخش نیست. من ترکیب رو یک طور دیگه اینجا براتون میذارم، حداقل ترکیب امروزمون رو ببینید. اگر حالا نظری هم در مورد این ترکیب دارید بگید. کامنت های شما هم دارم میبینم. امیررضا راست میگه که الان داماش خودش توی دنیای موازیه، وگرنه جای داماش که اینجا نیست. خب راست میگه. دوستان دیدم که توی گروه داماشیام دارن اطلاع رسانی میکنن، بذار همین رو براشون وایس بذارم. دوستان دیدم که توی گروه داماشیام دارن وایس میذارن که بازی از کانال یوتیوب وارش اسپورت داره پخش میشه، در واقع پیام دارن میذارن. من همینطوری تو لایف هستم، خدمت این عزیزانم بگم نه، اینجا هنوز بازی داره پخش نمیشه. یعنی بازی از هر جایی که پخش بشه ما هم اینجا بازی رو استریم میکنیم که آرشیو بشه، ولی ما هم مثل شما هنوز به تصویر بازی دسترسی نداریم. بله، مثل که هیچ جا در حال پخش نیست. من برم یه پیگیری بکنم، حالا اگر پخش شروع شد که باز هم برمیگردم، اگرم پخش شروع نشد که میام حتما باهاتون خدافظی میکنم.
تصویرم من بیاد. دوستان، من وظیفه خودم دونستم بهتون اطلاع رسانی کنم. بازی از صفحه اینستاگرام باشگاه مس داره پخش میشه. در حال حاضر هیچ پخشی از آنتن داره انجام نمیشه. شما میتونید تشریف ببرید و بازی رو حداقل از طریق صفحه مس ببینید، چون حالا اونجا هم زیاد تصویر پایداری ندارم. من ترجیح میدم که این لایو رو قطع کنم که با هم هممون بریم و توی صفحه باشگاه مس بخوایم این بازی رو تماشا کنیم. متاسفانه من مجبورم که فعلا باهاتون خدافظی کنم. با هم میریم و از طریق صفحه باشگاه مس با آدرس fc.mes کرمان با هم بازی رو از همونجا تماشا میکنیم. فعلا خدافظ.